په دې لوست کې موږ غواړو د اشاره ضمیرونه زده کړو. در این درس می‌خواهیم ضمایر اشاره را یاد بگیریم. سلام ګرانو دوستانو، څنګه یې؟ زه ښه یم او هیله لرم چې تاسو هم ښه یاست. من علی هستم و در اینجا زبان شیرین پشتو را براتان یاد می‌تم. ضمایر اشاره. در زبان دری ضمایر اشاره به دو قسم آن و این تقسیم میشن. آن برای اشاره به دور و این برای اشاره به نزدیک. اما در زبان پشتو ضمایر اشاره 4 قسم هستند: هوغه، هغه، دا، دغه. این 4 ضمیر اشاره با نظر داشت فاصله چیزی که به آنها اشاره میشه استفاده میشن. هوغه و هغه برای آن و دا او دغه برای این استفاده میشن. هوغه برای اشاره کردن به دورتر و هغه برای اشاره کردن به دور. دا برای اشاره به نزدیکتر و دغه برای اشاره کردن به نزدیک استفاده میشه. حالا با هم چند مثال را بررسی میکنیم. دا کور دی، این خانه است. دغه کور دی، این خانه است. تفاوت این دو جمله با هم در ضمایر اشاره آنهاست. در مثال اول فاصله فرد به خانه نزدیکتر از مثال دوم است. هغه کور دی، آن خانه است. هوغه کور دی، آن خانه است. تفاوت این دو جمله هم با هم در ضمایر اشاره آنهاست. هر دوی آنها بر ضمایر دور اشاره میکنند، اما در مثال دوم هوغه کور دی فاصله فرد به خانه دورتر از مثال اول است. دا ښکلی شهر دی، این شهر زیباست. اشاره به نزدیکتر داره. دغه ښکلی شهر دی، این شهر زیباست. اشاره به نزدیک دارد. هغه ښکلی شهر دی، آن شهر زیباست. اشاره به دور داره. هوغه ښکلی شهر دی، آن شهر زیباست. اشاره به شهر دورتر دارد. دا تور پلنگ دی، این پلنگ سیاه است. نزدیکتر. دغه تور پلنگ دی، این پلنگ سیاه است. نزدیک. هغه تور پلنگ دی، آن پلنگ سیاه است. دور. هوغه تور پلنگ دی، آن پلنگ سیاه است. دورتر. اما برای تمرینتان در بخش کامنت برام بنویسین که این خانه احمد است. هم برای اشاره به نزدیک و هم برای اشاره به نزدیکتر. و بنویسین که آن خانه لیلا است. هم برای اشاره به دور و هم برای اشاره به دورتر. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر این ویدیو را دوست داشتین و را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید خبر نمانین و چینل ما را به دوستانتان و عزیزانی که میخواین زبان پشتو را یاد بگیرن حتما معرفی کنین. ما تلاش میکنیم تا بهترین آموزش ها را در قالب ویدیوهای جذاب براتان تهیه کنیم. د خپل لایکونه او نظرونه سره زموږ ملاتړ وکړئ او نوې درسونه ته انتظار کیږي او موږ ته خپل هغه ملګری معرفي کړئ چې د پښتو ژبه سره علاقه لري. تا درس آینده شما رو به الله پاک میسپارم. په مخ دیخه د خدای پامان.